ابتدا به ساکن. وقتی منتقد میخواد به شعر نگاه بندازه و تو طول تاریخ براش المان بسازه، میرسه به یه تکرار ساده و نتایج یکسان. میرسه به راز و رمزهای تحت استتار واژه و رپ هم مستثنا نیست از این بازی با تکه های پازل. شاید میخواد نور بندازه این ماه کامل، شاید میخواد خراب کنه پله های کاذب، شاید میخواد باعث اتحاد ما شه، شاید میخواد روبروی انفعالت وایسه و بوده تو ایران اینه یه اتفاق تازه. اما چی میشه؟ ما رپ میکنیم. ریشه‌شو منطقی دیدم. انسان یه موجود ناطقه، این یه جبر پیچیده است و میدونین که بین افکار و کلمه های مرز ریزی هست و طبیعیه که تو این تکامل میشه مغزت ریتمیکتر و رپ یعنی ریتم و شعر. این کلید حل این تیکه است. تیکه دیگه گذشته است. یادتونه بچه که بودیم راضی بودیم؟ یه سریامون یه دفترچه داشتیم کوچیک، توش می نوشتیم از خیلی چیزا، از عشقمون، از حسمون، از بازیگوشی، از زمین و زمان، از همه چیز. نشونش نمیدادیم که یه وقت مسخره شیم. این عادت‌ها کجا؟ کی هنوز دارتش؟ اتفاقا برای رپرها هنوز این همون عادت. رپرها نشونش میدن، میخونن، ضبطش میکنن، همه موقعیت‌ها رو توی لحظه میجون. این کیفیت اونا رو با دنیاشون یکی کرده. یک سوال، نتیجه این کنش چه حسی هستش؟ وقتی میبینیم که تو کل این کارنامه یه لکه است، وقتی میدونیم که اقتصادشون نابالغه، اختص، چه حسی کمکشون کرده که به این جاها برسن؟ پس حس رضایتمندی از کارشون انقدر زیاده که هرچی تاوانشه هستن. رضایتمندی از زیست رپر میاد وقتی قلمو میگیره و میشه صف سیاه، وقتی نگاه میکنه به چیه همه چیزا، با دنیاش یکی میشه و دیگه بند نمیاد. این مکانیزم کاربردیه، به کار بگیریم. خودشناسیه، با خودتون یک پارچه میشین. میخواین روبروی خودتون انگار بشینین، کافیه که نتیجهشو فقط یک بار ببینین. اون موقع دیگه نمیتونین با این معجزه بجنگین. تسلیمت میکنه این جنس از توسعه فردی. این تعامل دوستی شما با یه هیولاست، خونش مغز و قلبته. عاشق رابطتون باش. این هیولا همیشه و دائما اونجاست، هم کیفه هم درده، بسته به ذائقتون باز. کلمه همیشه یه جایی بین این فاصله است تو راه و مسئولیتش مایی که خوشنویسیم. جای چک ورقو میکنیم پشت نویسی. پولو دوست داریم اما گشنه نیستیم. ببین مثل رپ فارسی چی رو نبض شهر سربلند، جلو نقادا که میتوپن به همه مردمم، دارن لباسی رو میپوشن که بگ زد و بند. نه اینو میدونم که بعد ما میگیم چی میگیم بچه ها رقابت میشه کرد. ما میگیم تو لحظه های ما انگیزه هست. ما میگیم هر یه سال سنجیده تر به طور ناباورانه ای صحنه را با آتش میکشند. چون از چیزی که بلدیم داریم زندگی میسازیم، پاش انرژی میذاریم تا بهش برسیم، بیتابیم دنیا رو خواب ببریم. ما مثل چی بیداریم این چیریکای میپاپی. باید پذیرفت که رپ را هنرمندم پیشرفت میکنن تو هر سکانس موفق تر. اینو من نمیگم، آمار میگه. رپ نیست فقط 4 تا تیکه، اما همون 4 تا تیکه بین همه آسابی که تشنه آباری که هویت نمیشه که انجامش ندیم. به ما نگو ناهنجاری، بگو هنجار جدید باشه شرقام قوی. تو چند جای زمین در جا بزنیم نه سنگ با بکنیم. تو قدم دوم کاخو برگ داده این قلم دورتون دو تبک میسازه مثل نبرد برد و شخصیت ارائه میده در حد دکتر. کل ایده تولید میشه از تکسا، مردم میخوان از رپراشون عکس امضا. ویژگی و خصوصیاتم و حفظی که مثلا من میگم معنی زیر مجموعه تکنیک. اگه میگم باید فکر کنم به روح و نقشم، من تو شهرم، فکر نکن تو کوه و دشتم. ببین آینده‌مو جوری میسازم که چی؟ که تأثیرشو بذاره رو گذشتم.